رمزآلودترین پرونده‌های قتل حل نشده رزیدنت ایول که اگه بدونی مخت سوت میکشه. Let's go. شماره اول رزیدنت ایول کد ورونیکا بخش درمانگاهشه که ما توی بخش میانی این درمانگاه یه دونه رمز و راز خیلی گنده‌ای داریم. توی بخش میانی این درمانگاه یه دونه جسد زامبی به وضوح میشه دید که توی میز کناری تخت جسد زامبی کلی سرنگ و کلی ابزار جراحی میشه دید که فکر نکنم چیز خاصی باشه چون که توی درمانگاه همه اینا خوب پیدا میشه دیگه. ولی عجیب ترش اینجاست وقتی که میریم بالا سر زامبیه و روی اون متن کلیک میکنیم و اون نوشته که میاد بالا معنا و مفهوم اون نوشته به آناتومی و آناتومیزه شدن اشاره میکنه. کلا کلمه آناتومی و آناتومیزه شدن رو توی ذهنتون نگه دارید که قرار کلی باهاش سر و کله بده. وقتی که از اونجا میایم بیرون، یعنی از درمانگاه میایم بیرون و میریم سراغ اتاق بعدی، یه دونه دفترچه یادداشت پیدا میکنه که روی اون دفترچه یادداشت نوشته دفترچه یادداشت آناتومیست و اینجا خیلی جالب میشه چون هر چی که هست محتویات اون دفترچه یادداشت ارتباط سنگینی با اون جسد زامبی توی درمانگاه یه جورایی کم و بیش ارتباط داره. وقتی که اون دفترچه یادداشت رو ما باز میکنیم و اون متن توش رو ترجمه میکنیم یه چیز جالبی نمیشه، یعنی یکم ترسناک و یکم عجیبه کلن که الان ترجمه کلمش رو بهتون میخونم. ترجمه متن میشه: یه شیطان در ذهن منه، من نمیتوانم کارهایی که شیطان برای انجام دادن آن من را وادار میکند خودم را کنترل بکنم و در مراسم وحشیانه با شیطان از افرادی که از درد عذاب میکشند لذت میبرم و همچنین از شکنجه و سر و صدا و تشنج هنگام مرگشان هم. این متن خیلی عجیبه، هم یه جای ترسناکه و هم یه جای داره یه دیدگاه فرد روانی رو به تصویر میکشه که 100% اون کسی که اینو نوشته همون آناتومیسته میتونه باشه که زده اون زامبیه رو کشته. البته زامبیه دیگه، چرا باید زامبی رو بکشه آخه؟ نمیدونم چرا. ولی وقتی که میریم اتاق بعدی، ما البته اتاق نیست، یه جورای دیگه چه میدونم کوره چیزیه، چون کلی بخار و کلی دود هم میشه اونجا، خیلی دیگه واضح میشه دید اونا رو، و کلی زامبی هم وجود داره، کلی جسد، کلی خون که رو دیوارا پاچیده و از همه مهمتر کلی ابزار شکنجه هم هست. همونطوری که تو متن دفترچه یادداشت آناتومیست بهتون گفته بودم که از شکنجه هم مثل اینکه این لذت میبره، توی اون اتاق ابزار شکنجه هم ما داریم. یعنی 100% اون درمانگاهه و این اتاق اینم دوباره ارتباط سنگینی با اون یارو آناتومیسته داره. و وقتی که برمیگردیم تو اون درمانگاه ما یه دونه چیز جدید میبینیم. البته جدیدم که اینجوری بگم کیسه جسد استفاده شده است. چرا میگم استفاده شده؟ چون لکه خونه، لکه هم نیست دیگه، خونه قشنگ دیگه، یعنی خونه خوش نشده، لکه نیست، کاملا اینه که خونه و یه جای هم خالیه دیگه، میشه استفاده شده دیگه. و وقتی که میریم جلوتر ما صدای خرت خرت، یعنی ملک ملوک و صدای خوردن چیزی میشنویم که وقتی که بیشتر جلوتر میریم میبینیم یکی داره اون جسد زامبی رو میخوره. یعنی به عبارتی صحیح که از کتابی دارم میگم، یه زامبی دیگه داره یه زامبی دیگه رو میخوره و شاید بتونیم این زامبی رو به اون یارو آناتومیسته ارتباط بدیم و دیگه اینجوری دیگه کلا تو این تیمارستان اصلا معلوم نیست داره چه اتفاقی میفته. شماره 2 رزیدنت ایویل 7 بخش کشتیش. بچو اینم بگم که من یه ویدیو راجع به رزیدنت ایویل 7 ساختم، راجع به ترسناک ترین لحظاتشه که لینکشو این بار واسهتون میذارم. مرحله سوم رزیدنت ایویل 7 ما با یه دونه کشتی آشنا میشیم. وقتی که میریم توی اون کشتی کلی راهروی تنگ و تاریک و البته پلاش هم خیلی ترسناک و دلهره‌آوره. وقتی که جلوتر میریم، یعنی جلوتر هم که نه یکم، یعنی میگردیم، ما کلی جسد پیدا میکنیم که حداقلش اون جسدایی که کامل دیده میشن رو بشماریم حداقل 6
تاست، ولی حالا میشه بیشترم در آورد از توش و وقتی با دقت این جسدا رو ما ببینیم ما میتونیم به این پی ببریم که همه این جسدا کپک زدن، یه جورایی فاسد شدن و از همه جالبتر اینه که مثل مجسمه سنگ شدن، محکم شدن، یه جورایی میشه گفت خوش شدن کلا. چطور ممکنه آخه یکی بمیره یکی هم که نه چند نفر بمیرن بعد اینجوری خشک بشن؟ خب 100% یه رازی پشت این داستان داریم. ما کلی سرنخ از توهمات و تصورات به جا داریم که اگه به اونا رجوع بکنیم میتونیم چند تا چیز برداشت بکنیم. چرا دارم این حرفو میزنم؟ چون وقتی که به رفتار و کلمات و جملات این دو نفر ما اگه خوب گوش بکنیم و ببینیم چی میگن، مفهومشون اینه که مثل این که یه جورایی یه گندی بالا زدن یا مثلا یه گندی بالا زدن و اینا نمیتونن جمعش بکنن و اینجورم بگم که نه که نمیتونن جمعش بکنن، انقدر گندم بالاست و میخوام قایم میشن. یعنی در این حد سنگ. فکر کنم همین مربوط میشه به این کپکو و این داستانا که یه جور حالا میشه گفت ترکیب کردن با هم چی و با چی ترکیب کردن، یه همچین چیز در آوردن و که خودشون هم ریدن و نمیدونن چطور جمعش بکنن. و اگه یه کوچولو بیشترم بگردیم ما میتونیم جسد این دو نفرم پیدا بکنیم که رفتن مثل اینکه یه جا قایم بشن، ولی مثل اینکه کپک اونا رو هم آلوده کرده و اونا رو هم زده خشکشون کرده. اینجا چند تا نکته میتونیم اشاره بکنیم. اگه دقت بکنید این دو نفر هم ماسک دارن و هم لباس حالا محافظت شده، هم نمیدونم چی میگم به اینا، حالا ما میگیم لباس مخصوص. اینا لباس مخصوص هم دارن، ماسک هم زدن، ولی کپک باز چطور بگم اینا رو آلوده کرده. یعنی خدا میدونه چه کپکیه، چه گندی بالا زدن. و از همه جالبتر اینه که اینا اصلا تجزیه نشدن، همشون پوستاشون صورت کنن پوستشون دیگه سالمه. شاید حالا با خودتون بگید که شاید اون محلی که این هست هوا سرد و یخ زدن اینجوری شدن، ولی بچه اصلا بحث یخ زدن نیست، اصلا اونجا هوا گرمه. تازه شماره 3 رزیدنت ایویل 4 و 4 ریمیک که این راست تو جفتشون هم بوده. حالا رازه چیه؟ رازه مال یه دونه زن مرده است و حالا بریم که از اول بهتون خوب تعریفش بکنم. اسپانیا یه دونه دهکده ما داریم که مذهبشون لوس ایلامینادوسه، یعنی ازم چی دارم میگم؟ یعنی اسم مذهبشون لوس ایلامینادوسه که رهبرشون هم سدلر میاد یه دونه انگل تولید میکنه که اسم اون انگل لاس پلاگاس، بهش پلاگا هم میگن. از ویژگی های این انگل بخوام بهتون تعریف بکنم، هر کسی که آلوده این انگله بشه دیگه کنترلش دست خودش نیست، کنترلش دست رهبر اون فرقه هست، یعنی رهبر لوس ایلامینادوسه کی؟ سدلر. یعنی سدلر هر طور که بخواد، هر کسی که آلوده این انگل باشه اون فرد اونجوری رفتار میکنه و سدلر هم اومده از این انگل به همه اهل روستا همشو آلوده کرده، به همشون تزریق کرده و هر طور که سدلر میخواد اونا اونجوری رفتار بکنن، یه جورایی دیگه سنگین طرفدارش بشن و ازش اطاعت بکنن و ازش محافظت بکنن و اونجوری دیگه کلا. که توی اول بازی ما یه دونه کلبه میبینیم که وقتی کلبه هم که خیلی کوچیک‌تر از یه کلبه است اینجوری بگم، و وقتی که میریم توی اون کلبه یه دونه زنی رو میبینیم که با ابزار مزرعه میگن دیگه، ابزار مزرعه میگن چی، مثل میخ از کلش کوبیدنش تو دیوار و کشتنش. حالا اینجا چند تا سوال به وجود میاد که وقتی که سدلر اومده همه رو آلوده کرده چرا زده اینو کشته، چرا انگلش رو هدر داده؟ این سوال اول. سوال دوم، مگه سدلر هر طور که میخواد با اون انگلش مردم روستا رو کنترل نمیکنه و چطور زده اینو کشته؟ اصلا چرا باید بزنه افرادش رو بکشه؟ چند تا سوال اینجور چرت و پرت به وجود میاد که وقتی یه کوچولو میریم عمیق‌تر یه دونه تئوری وجود داره که این تئوری میگه وقتی که سدلر این انگل رو ساخته بود و داشت روی همه اهل روستا امتحانش میکرد، روی بچه هم تست میکرد. اگه حالا یه دونه هم حتی گیم پلی از این بازی دیده باشید میدونید که اون روستای هیچ بچه‌ای وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به این دلیل وجود نداره که برمیگرده به همون انگله که سدلر داشت رو همه اهل روستا این انگلا رو تست میکرد.
روی بچه ها هم تست میکنه. ولی چون بچه ها بدنشون ضعیف بودن و انگل رو نمیکشیدن که همشون میمیرن دیگه. اینجوریه که هیچ بچه‌ای وجود نداره. که همین تئوری یه دونه چیز دیگه هم میگه که میگه وقتی که اون روستاییایی که نمیخواستن با این انگل آلوده بشن تصمیم میگیرن که از این روستا برن، سدلر هم تمام کسایی که میخواست از اینجا بره رو میزنه میکشه. یه تئوری هم خودم بدم به این داستان و از اونجایی که سدلر زده همه بچه‌ها رو کشته، احتمالا این زنم یه دونه بچه داشته که سدلر زده بچه‌شو کشته و این زنم تصمیم گرفته که سرپیچی کنه و این داستانا که زدن اونجوری کشتنش دیگه. اینم احتمال. اگه میخوای بدونی داستان زندگی لیلی دیمیترسکو چطور بوده و چطور به اون قد و بالا رسیده، بهت پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینی. و اینکه ممنون ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی. تو ویدیو بعد میبینمتون. بدرود.